من خیابون پاسور کاشی 105 به دنیا آمدم، روبرو آب فرفرما و بچه همون محلم. پدرم هم تو خیابون فروردین کاروانسرای زغال و زغال سنگ تاجر بزرگ شده بود. پدر من قبل از که با مادرم ازدواج کنه یه فرد بزن بهادر و گردن کلفت و با شلاق چارشونه و قد بلند، زمانی که پیش دایم اینا کار میکرد که در میدون بار بود، که میدون بار مال دایم بود، بهش میگفت حاج میر غضب. پدر من وقتی که عروسی میکنه میره خدمت ضامن آهو. از اون به بعد پدر من میشه معتمد اون محله. به سوی تو به طرف کوی تو به پای جان آیم، به آرزوی تو مگر تو را جویم که جان فزایی. منم از بچگی شهری بودم، هر سال یه مدرسه عوض میکردیم، افتادیم تو دبیرستان، از این دبیرستان به اون دبیرستان، از شماره 1 ادب تو شماره 2. فارغ تحصیل میشیم، میرم پیش پدر، میگم بابا من میخوام برم امریکا. گفت کجا؟ گفتم میخوام برم امریکا. گفت کجا؟ امریکا. گفت کجا؟ امریکا. خواهم برم درس بخونم. گفت اگه درس خونی خواهم همینجا بخون، همینجا برم دانشگاه. گفتم نه، میخوام برم اونجا چیزهای جدید یاد بگیرم، نمیخوام در اینجا باشم. گفت میدونی چیه؟ یه پاپاسی هم بد نمیدم، میخوای بری برو. موقع رفتن زن بابام فرنگ خانو اون خیلی منو دوست داشت. اون فقط $100 به من داد، 5 تا 20 دلاری. آقا ما با $100 من دیسکو خلاصه از این ور با اون ور ما شروع کردیم مدرسه رفتن، انگلیسی یاد گرفتن و شروع کردیم حمالی کردن برای معلم‌ها و تا شاگرد گارسونی شروع کردیم و شدیم گارسون و شدم بارتندر و همینطور دانشگاهمو میرفتم دیگه، درس میخوندم. خیلی زحمت میکشتم شب و روز، هم درس میخوندم هم کار میکردم تا شدم بارتندر. وقتی شدم بارتندر تیپ خوبی میگرفتم، پولامو جمع کردم، 2-3 تا گزدشن خریدم. بعد برادرم بهم گفت که حالا که رشته هتلداری تو تموم کردی بلند شو بیا. ما عشق وطن و دوری خانواده دوست داشتم برگردم. گزدشنا رو که فروختم $150,000 اون موقع من پول داشتم. اومدیم و در خدمت برادرم گذاشتیم رو زمین پشت میامی رو خریدیم و شروع کردیم میامی ساختن. اینو من میگم که برای جوونا بدونن خواستن توانستنه، هیچ موقع گیباب نکنن. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان،
همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. ما شروع کردیم هتل رو ساختن و کاباره رو ساختن و خلاصه بعد از 2 سال با چه که جاویدان موند هایده بود و امروز خبردار شدم به خاطر اهمیت این خواننده و شهرتی که داشت و محبوبیتی که داشت اسمش ضبط شد و ستارهش بغل تمام بزرگان دنیای هالیوود زده میشه و این بزرگترین افتخاری بود برای یک ملت و ایرانمون. میدونم سه قشنگ اسم تو Wasn't that amazing? It's even more amazing when you know something about her life. The Islamic Revolution of 1979 forced her to flee her beloved home country, just like many who are joining us today. Eventually, she made Los Angeles her home and continued to captivate audiences with her talent. و حیف شد این ستاره در سن 47 سالگی با ما ودا گفت. بعضی وقتا فکر میکنم این ستاره رو خودم ساختم و خودم تابوتشو گذاشتم دوشم. عجب دنیاییه، عجب روزگاریه.